ناناتسو نو ماکن گا شیهای سورو یا رین آف د 7 اسپل بلیدز یکی از آن آثار فانتزی جادویی است که خیلی سریع از ظاهر آرامش عبور می کند و چهره واقعی، تاریک و هیجان انگیز خودش را نشان می دهد. این انیمه که توسط استودیو جی استاف ساخته شده و 15 قسمت دارد، دنیایی را به تصویر می کشد که در آن جادو نه یک سرگرمی بلکه ابزاری مرگبار و سرشار از رمز و راز است. ژانرهای اصلی این انیمه فانتزی، اکشن، مدرسه‌ای و درام هستند، اما واقعیتش این است که فضای دنیای آن خیلی عمیق‌تر و جدی‌تر از یک انیمه مدرسه‌ای معمولی است. داستان از جایی شروع می شود که گروهی از دانش آموزان تازه وارد مدرسه جادویی بزرگ و با شکوهی به نام آکادمی جادوگری کیمبرلی می شوند. اسم و ظاهر این مدرسه شاید یادآور مکان‌هایی دوست داشتنی و پر از حس ماجراجویی باشد، اما خیلی زود متوجه می‌شویم که کیمبرلی یک جای معمولی نیست. این مدرسه قوانین سخت، استادان مرموز و رازهایی دارد که از چشم دانش آموزان تازه وارد پنهان مانده. رازهایی که کم کم خودش را در قالب خطر، تهدید و موقعیت‌های مرگبار نشان می‌دهد. شخصیت اصلی داستان پسر جوانی است به نام الیور هورن. او برخلاف ظاهر آرام و رفتار ملایمش، ذهنی بسیار پیچیده و گذشته‌ای دردناک دارد. الیور فقط برای یادگیری جادو وارد کیمبرلی نشده. پشت ورودش به این آکادمی دلیلی بسیار سنگین و خطرناک وجود دارد. دلیلی که ریشه در گذشته‌اش دارد و کم کم در طول داستان آشکار می شود. الیور از همان ابتدا شخصیتی است که باهوش، کنترل شده و تا حدی مرموز عمل می کند و همین موضوع باعث می شود از همان قسمت‌های اولیه نگاه ما به او جذب شود. یکی از مهمترین شخصیت‌هایی که در همان ابتدا با او آشنا می‌شویم، دختری شمشیرزن و بسیار خاص به نام ناناو هیبیاست. دختری که از سرزمینی دور آمده و رفتارش، سبک جنگیدنش و حتی نگاهش به دنیا با بقیه فرق دارد. ناناو مهارتی خارق‌العاده در شمشیرزنی دارد و اگرچه در نگاه اول ساده دل و بی پیرایه به نظر می رسد، اما حضورش در داستان نقش بزرگی در پیشروی اتفاقات دارد. رابطه بین الیور و ناناو از همان ابتدا جالب و پر از تناقض است. هم دوستی است، هم یک نوع آشنایی عجیب که انگار سرنوشت این دو را به هم گره زده. با جلو رفتن داستان شخصیت‌های دیگری هم وارد گروه می‌شوند و ما کم کم ترکیب اصلی دوستان الیور را می‌بینیم. گروهی متفاوت با گریپتوها و اهداف مختلف. آنها درگیر کلاس‌های جادویی، تمرین‌ها، آزمون‌های عجیب و البته ماجراهایی می‌شوند که خیلی وقتها پاکیپان را در موقعیت‌هایی می‌گذارد. کیمبرلی اما همونطور که گفتم فقط یک مدرسه با کلاس‌های جادویی نیست. در این مدرسه دانش آموزها بدون هشدار ناپدید می‌شوند. راهروهای تاریک آن پر از موجودات ناشناخته است و برخی استادان بیش از حد عجیب رفتار می‌کنند. حتی برخی قوانین مدرسه از پایه ترسناک هستند. قوانینی که نشان می‌دهد جان دانش آموزها در این مکان ارزشی کمتر از پیشرفت علمی دارد. در طول داستان ما شاهد نبردهایی هستیم که فقط مبارزه با جادو نیست، بلکه مبارزه‌ای با ترس، گذشته و حقیقت‌های دردناک است. هر شخصیت در این مدرسه با چالشی مواجه می شود که ارزش انسانیت او را آزمایش می کند. یکی از جذابیت‌های انیمه همین است. کیمبرلی قهرمان نمی سازد.
شخصیت واقعی افراد را آشکار می کند. اما نقطه قوت اصلی انیمه همون خط داستانی الیور است. گذشته‌اش که کم کم روشن می شود، ما را با حقیقتی تلخ روبرو می کند. اینکه او راهی این مدرسه شده تا انتقام بگیرد. انتقام از کسانی که در لباس استاد یا افراد مهم زندگی او و خانواده‌اش را نابود کردند. این خط داستانی انیمه را از یک اثر ساده جادویی به یک روایت سنگین و پر از معنا تبدیل می کند. روایتی درباره بهایی که برای عدالت، حقیقت و انتقام باید پرداخت. در کنار اینها، انیمه اکشن‌های بسیار خوبی دارد. جنگ‌ها ترکیبی از شمشیرزنی، جادوهای پیشرفته، استراتژی و سرعت هستند و فضا و موسیقی معمولاً تنش صحنه‌ها را چند برابر می‌کند. طراحی محیط و معماری مدرسه هم فوق‌العاده است. کیمبرلی نه خیلی باشکوه است و نه خیلی ترسناک. اما تعادل عجیبی دارد که هر لحظه حس می‌کنید اینجا یک مکان زنده است. مکانی که نفس می‌کشد و شاید حتی به حضور دانش آموزها واکنش نشان می‌دهد. در نهایت ناناتسو نو ماکنگا شهیسورو انیمه است که تماشایش فقط به خاطر جادو و نبردهای زیبا نیست. این انیمه درباره دوستی، اعتماد، انتخاب‌های سخت و تصمیم‌های استوری است که شاید آینده یک انسان را برای همیشه تغییر بدهد. خب دوستان عزیز، امیدوارم از این بررسی کامل و مفصل لذت برده باشید. اگر از این نوع ویدیوها خوشتون میاد و دوست دارید انیمه ها، داستان ها و دنیاهای مختلف رو با هم مرور کنیم، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا اولین نفری باشید که ویدیوهای جدید رو دریافت میکنه. لایک کردن و کامنت گذاشتن شما بیش از چیزی که فکر کنید به رشد کانال کمک میکنه. پس اگه نظری درباره این انیمه دارید یا میخواید انیمه خاصی رو در ویدیوهای بعدی بررسی کنیم، حتما پایین همین ویدیو بنویسید. مرسی که تا آخر همراه من بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.